بابایشان من یک نفر مخلصی همیشگی شما هستم از وحدت، به من مشورت دهید. من با یک زن 29 ساله که صاحب یک پسرچه می باشد نخستین بار وا خوردم. آن به من بسیار معقول شد. در وقت صحبت او به من گفت که من از شوهرم جدا شدگی هستم، به شوهر می باشم. بابایشان من 22 ساله هستم و او 29 ساله. من می توانم با او عائله برپا کنم، چون که خود آن زن نیز راضی می باشد. در آخر در حق عائله من دعای خیر کنید. بابایشان برادر عزیز، همت تو دو وابسته است. اگر رفت همون عیال برای شما معقول باشد، یک دیگرتان دوست داشته باشید، خوب از نگاه شرع گرفتن شما هیچ خیلی ممنوعیت ندارد. خدا برای شما حلال کرده وقتی که نکاح کنید یا دیگرتان گیرید. لیکن من برای تو جوان تاکید میکنم که مبادا با پشیمان شوی. پشیمانی دارین بعد یک شب بسانی بعد دیگه در نظرت شم شوه و بیچاران دارم اونی خودم. این خوب نیست دادر عزیز. و حکایه میکنه هارون رشید پیشش دو کنیزک آوردن برای فروختن. یکیش دختر بود، او قدر حسن زیادی نداشت، لیکن دختر بود، روش میده داغ داشته است. خوب یکیش بسیار زیبای خوشرو بود، لیکن سیبه بود، بیوه بود، شوهر کردگی، رنگی خواهری مابانیا بچه داشته. خوب پادشاه هر دو شدید و خلیفه ها کنیز میخریدن که هر دو شدید گفت که اینش خیلی زیبای خوشرو، لیکن معلصف آخر شوهر کردگی است. اینش باشد خوشرو نه، لیکن دختر است آخر خوب است. گفت علیکم بالابکار، پیغمبر خدا دختر گیره، فانه انتق افواها اعذب افواها و انتق ارحاما. دختر گفتن یکم که زبان شیرین و دهان پاکیزه دارد، دوم رحم پاک دارد. در وقتی که جابر از رسول اکرم پرسید که یا رسول الله دعا کنه من زن گرفتم، از رفتن چطور زن گرفتی؟ گفت که یا بیوه گرفتم، رنگین دادر برید. بعد چون دختر نگرفتی؟ آخه دختر خوب بود، با او بازی میکردی، شوخی میکردی. این بیوه حوصلش گرفت دیگه، شوخی هم نمیفرش دیگه. اوی حدیث است عزیزان من خوب این داده رو نمیگم نگی، فقط مشورت دادستم، اختیار داره، زیرا که خیلی بسیار بعد یه هفته با جدا شدن درد سری ما شدن. پس آنی هارون رشید گفت که خوب اینش بسیار زیبا لیکن بیوه خیر، خیلیش دختر نغزه لیکن خوشرونه. که با او بیوه فهمید، گفت که تقصیر آخه بین من و بین این یه شبه. گفت یه شب این به من برابر میشه، لیکن با حسن زیادتی من با زیادتیش میمونه. گفت بنابر من گیر گفت کرای گرفتن. که او دخترم او کنیزم دانا بوده، بگو آره تقصیر این راست میگی، گفت بین من و بین و یک شب فرق هست، لیکن با یک شبی است که برابر 1000 شب لذت داره. او بچه های خوشی بود. من به این دادر عزیز مشورت میتیم که خوب فکر کن دادر عزیز. اگر رفت و هر دو به یک دیگر پیمان کنه که زندگی تانا ادامه میتید، مثل که رسول اکرم حضرت خدیجه مادر ما گرفتن، زندگی شیرین داشتن، میتونه خوب یا دیگر تانه گیره با که نداره، کلانی و هیچی فرق نمیکنه. وقتی که شما رو حرمت کند، وقتی که شما رو دوست داره، وقتی خوبیش است. او در عزیزان میگن زن وقتی خوبیش بین 20 تا 30 است، یه سال دیگه هم سازه. لیکن با بعد گرفتن با پشیمان شوی، با فکر در دخترها رو ودو بیچاره بعد دنی میره موند، اینش خوب نیست. من نصیحت من برای تو همون نصیحت است که رسول اکرم برای جابر کردن. علیکم بالابکار، شما دختر گیره، گفتن که دختر زبانش هم شیرین است، رحمش هم پاک است و ارزا بالیسیر. ارزا بالیسیر معنیش میدونی؟ ارزا بالیسیر نیست، دختر به اند کم قناعت میکند. مثلا بیوه مردم اگر او شوی پیشنگیش ده نقصتر کت خوردگی باشد، لباسای خوشرو با او طرف شما است و شاید در دست تو قناعت نکنه چند. اما دختر باشه او میگه زندگی همش همین است،
بنابراین کم دم قناعت میکنه، او شبا خودت هم که برای قناعت میکنه. همش همین است گفته. نه مشورت من برای تم احتیاط کن، فکر کن اول. دعا کنیم خداوند این دادر عزیز ما را هوشیاری نصیبش کنه، در انتخاب همسر با فریب نخورد. اگر خدای قضای تو به یک جایی شوی اونها رفته باشد، بینشان الفت و محبت پیدا کنه، یک دیگر شان دوستان و فرزندان خوب و رزق فراخ نصیبشان کن.